عبدالسلام تختسونزاده که در ماه ینور با دلیل به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهر کنیبادام برکنار شده بود، بازداشت گردیده است. چند منبع باوربخش رادیوی آزادی در نهادهای تفتیشاتی روز 3 اپریل گفتند بازداشت او در آخر ماه فوریه صورت گرفته، تحقیق قضیه‌اش ادامه دارد. مقامات در این باره رسما خبر نمی‌دهند. طبق اطلاع یافته رادیوی آزادی، عبدالسلام تختسونزاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان تسلیم کرده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدن نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. مصاحب ما افزود رئیس سابق شهر کنیبادام به رشوه‌گیری و قلابی گمان زده است. نظر وکیل مدافع و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. همچنین سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی در شهر کنیبادام و عثمان حیدر سابق مدیر اموال حکومت این شهر نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگر دولتی در کنیبادام به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است، ولی در حال حاضر تصدیق یا رد آنها امکان پذیر نیست. در حالی که مقامات صحبت نمی‌کنند، منابع رادیو آزادی گفتند وقتی کمیسیون ویژه تحقیق کشتارهای پیهم به کنیبادام آمده بود، ساختمان چند خانه را در زمین‌های آبی پیدا کرده است. منبع گفت این را به دوشنبه گزارش کردند و سپارش شده است که کار پره تمام مقامات کنیبادام سنجیده شود، چون آنها حادثه های کشتار را جدی تحقیق نکردند. نظری بازداشت شدگان و پیوندانشان به این اتهام‌ها معلوم نیست. با محض دسترس شدن نظری آنها یا وکیلان مدافعشان، رادیو آزادی آماده است آن را نشر کند. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024 شهر کنیبادام در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. تنها در ماه دکمبر 2024 در آنجا 10 کس از 3 عائله از جمله 4 نابالغ کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روز 21 دکمبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کنیبادام دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه های رادیو آزادی نیز به این نهادها تا حال بی جواب ماندند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.